تن بیروح دکتر تسو ناکامورا رئیس نهاد PMS امروز با مراسم ویژه تشییع و به کشورش ژاپن انتقال داده شد. مراسم تشییع پیکر ناکامورا بعد از ظهر امروز شنبه در میدان هوایی کابل برگزار شد. در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور و دیگر مقامات بلندپایه حکومتی حضور یافتند. آقای غنی از دست دادن ناکامورا را ضایعه بزرگ برای کشور ژاپن و افغانستان خواند و به همسر و دختر ناکامورا وعده سپرد که قاتلان وی را شناسایی و مجازات خواهند کرد. جان باختن ناکامورا در افغانستان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. یو غټه ځای ویلو کله چې د افغانستان تابعیت واخیست او هغه ځان افغانۍ جوړ کړ بعد د هغې نه د هغه مړینه زموږ لپاره یو غټه ځای. هیروما مشهور به مرسل خبرنگار ژاپنی که در افغانستان کار می‌کند از دورانی که با دکتر ناکامورا کار می‌کرده یاد می‌کند. من زیاد پرسان کردم چرا همه قضیه چرا همه خبرای مفهوم این تو پرسان کردم ما دست میگرفت این کار باید بکنم ما مرد هستیم باید کار کنم. ناکامورا مشهور به کاکامورات پروژه های زیادی را در بخش های مدیریت آب، زراعت و ایجاد سیستم آبیاری به سر رسانیده است. رئیس جمهور غنی گفت که پروژه هایی را که دکتر ناکامورا در شرق افغانستان به خصوص در ولایت های ننگرهار و کنر اجرا کرده است به نام وی نامگذاری خواهد شد. دکتر ناکامورا چهارشنبه هفته گذشته توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار تیرباران شده و همراه با 5 همکار افغانش در آنجا جان باختند. ناکامورا از 30 سال به این سو در اجرای برنامه‌های مؤثر از جمله توسعه زراعت در افغانستان نقش مهمی ایفا کرده بود.